اگر که هیچ معیار درست و غلط و خوب و بدی واسه زندگی کردن و شغل آدم وجود نداشت، من احتمالاً یه نویسنده‌ای میشدم که جهانگردی میکنه. یه نویسنده که همیشه توی سفر، نویسنده‌ای که توی سفرها عمدتاً داره سعی میکنه که سبک زندگی مردم هر منطقه رو بشناسه، غذای محلیشون رو امتحان کنه، با مردم هر منطقه معاشرت کنه و ببینه که چی میتونه ازشون یاد بگیره، ببینه چه حرفی برای گفتن دارن. به طور کلی یه نویسنده‌ای که یه گوش شنواه واسه میزبانانش توی هر شهر، کسی که گوش میده به درد و دلهاشون، یاد میگیره از تجربه هاشون، خوشحال میشن از خوشحالی ها و غصه میکنه از ناراحتی هاشون. اگه معیار درست و غلطی برای زندگی و شغل وجود نداشت، احتمالاً میشدم یه نویسنده جهانگرد، نویسنده‌ای که مینویسه از معاشرت‌هاش، از گفت و شنوداش، از خندیدن‌ها و رقصیدن‌ها و توی لحظه زندگی کردن‌هاش. مینویسه از هر تجربه و حسی که هر شهر خاص براش رقم زده. نویسنده‌ای که در کنار همه نوشتن‌هاش همیشه دوربین دستش، داره از همه چی عکس و فیلم میگیره و لحظه های مختلف رو ثبت میکنه. بعد با دیدن اون عکس و فیلم ها میتونه قصه پشت هر کدومش رو به یاد بیاره، حسی که موقع گرفتن عکس داشته یا دلیلی که اون لحظه دلش خواسته دوربین رو برداره و اون لحظه رو ثبت کنه. یه نویسنده جهانگردی که در نهایت همه این خاطرات نوشته شده و به تصویر کشیده شده رو از هر سفر برمی‌داره و یه آلبوم دیجیتال ازش درست میکنه. در نهایت اون آلبوم دیجیتالی که درست کرده رو به اشتراک میذاره. به وسیله حرفایی که تونسته با فیلم کوتاهی که ساخته به بقیه دنیا برسونه، بازم با آدمای بیشتری ارتباط میگیره و از ذهن و روح آدمای مختلف با خبر میشه. اگه هیچ معیار درست و غلطی واسه زندگی و شغل وجود نداشت، احتمالاً یه نویسنده جهانگرد میشد. یه نویسنده جهانگردی که سعی میکنه توی هر سفر با یه آدم 80-90 ساله‌ای آشنا بشه و باهاش معاشرت کنه و هم کلام بشه. از حرفاش استفاده کنه و بفهمه که آدم‌ها توی اون دوره زندگی دغدغه چی رو دارن. چه پشیمونی هایی دارن، چه حسرت هایی دارن. مطمئنم یکی از حسرت هایی که آدم توی اون سن میتونه داشته باشه اینه که کاش بیشتر سفر میکرد، مگه اینکه خودش جهانگرد بوده باشه. توی این سناریو من طبیعتاً یه جهانگردم و مطمئنم که حداقل یکی از بزرگترین حسرت های آدم ها توی سالهای آخر زندگی رو ندارم. اگه که هیچ معیار درست و غلط و خوب و بدی واسه زندگی و شغل آدم وجود نداشت، احتمالاً یه نویسنده جهانگرد میشد.